طبق معمول در سال 89 هم انواع و اقسام آخوندها در طرح‌ها و سایزهای مختلف پشت ویترین تلویزیون رژیم تا دلتون بخواد فک بیجا زدن و مهمل بافتن. چند تاشو اشانتیون ببینیم تا برسیم به اصل جنس. یکی از مسائلی است که در بین جامعه ما و برخی از جوامع هم مطرحه و خلاصه وجود داره و میخوایم با یه قدری شکافتن موضوع بحث رو انشالله عمومی تر بکنیم و به این موضوع بیشتر بپردازیم. بیننده محترم دیگری پشت خط برنامه هستن. سلام عرض میکنم حضور شما. الو. بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید. خوب هستی؟ الحمدلله. خودتون معرفی میفرمایید. من جوادپور هستم. بفرمایید خانم جوادپور. ببخشید اگه یکی هی قسم بخوره بگه به امام من این کار نکردم، به امام من این حرفو نزدم، ولی دروغ باشه یا اون کار نکرده باشه، اون وقت اینم گناه داره یا نه؟ منظور کنم من به امام دیگه، نه؟ یعنی اینکه امام راحلمون حن دیگه، ها؟ یعنی دائما منصوب؟ نه دیگه، همینجوری بگه به امام، اون وقت بگه که چرا میگه به امام، بگه من که نگفتم کدوم امام، پس گناه نکردم. یعنی حتی در قسم خوردنش هم خلاصه اشکالی هست. باشه، خیلی متشکرم. من با حاج آقا مطرح می‌کنم. متشکرم. حالا اینکه حاج خانوم از پاسخ به این سوال می تفرحونهن، لکن معلوم یک امام هست که هر کسی میخواهد قسم دروغ بخورد به آن قسم میخورد. آن هم امام خمام راحل هست. روایت هست که خودم در آن روایت بودم. در مجلسی صدای موسیقایی شنیدم به فعل 6 و ثامنه، یعنی 6 و 8. تا انا به خودم بجنبم یا بیام بگیرم نفس اماره رو، نفس اماره غالب گشت. الف مقصوره و واو ممدوحه بود که از مدل مدلولات میرفت میمنه و میسره، که میمنه میسره، میمنه میسره. قسم به اون نقل و نبات که خوردی، قسم به اون زیارتی که بله. یکی گفت حاج آقا میرقصی یا متقرسونی؟ گفتم به امام راحل نه. احبت آن بود که من گفتم. در این گونه موارد قسم خوردن به نام امام راحل حکم فقهی ندارد، چون به نفع نظام است. امیدوارم ایشان جواب ما را گرفته باشند. این بدن ظرفه، ظرف آغاز حرفه، باید به بهداشت و سلامتش دقت کرد. من دستم رو که میرانم چاره ای ندارم، اینجا مگس و یا پشه و ایناست، یه مقداری آزار میده، لذا به محیط برمیگرده، چندان به من مربوط نیست. راست میگه. این بدن ظرفه، ظرف زیر برفه، اینا همش حرفه. اگه من گاهی اوقات شونام و دستام و اینا رو به این حالت در میارم، به خاطر اینکه چاره ای ندارم، به محیط برمیگرده. محیط آلوده است. یعنی پایان برزخ زمانی است که هنوز دارن آدم‌هایی و موجوداتی روی کره زمین زندگی میکنن و در هستی. بله. آره دیگه، به اینم میگن برزخ دیگه. اینم یه نوشه. فشار سنگ قبر جلو این فشاری که الان رو مقام ازما هست انگار دارن ماچت میکنن. نه خیر، دو وجب. همین چند وقت پیش امام راحل طلبید، بنده رفتم برزخ، دیدم آقا بزن و بکوبیه ها، میزنن و میرقصن و میخورن و میآشامن. گفتم امام چی شده کبکتون خروس میخونه؟ قاقل. دیدم همه با هم دست میزنن. آقا پرونده اعمالمون گم شده، پرونده اعمالمون گم شده. حالا از اون بر تو این دنیا ویکیلیکس اومده همه پرونده های مقام عظما رو کرده. الف زیر ب، ماشین بی ام ب، ویتامین س. خود تو خرگیر آوردی یا ما رو؟ دیگه وقتش رسیده بریم سراغ خرچنگ امامه به سر نظام که بعد از قیام 25 بهمن آمپرش چسبوند و شد معرکه گیر بیت عظما. اغتشاش اخیر حقیر و بی‌ارزشی که در تهران صورت گرفت، تعدادی بسیار اندک در یک تهران بزرگ 10 میلیونی
جمع کردن 2-3 هزار نفر در گوشه و کنار کار سختی نیست. این یک اغتشاش حقیر و بی‌ارزش بود که من حقیر و شماهای احمق الان 20 روزه داریم گلومونو جر میدیم، اماممونو فر میدیم، سیبیل هامونو غر میدیم براش. این که کار سختی نیست. سومین هدف اغتشاش حقیر روز 25 بهمن برای این بود که فتنه‌گران بگویند ما هنوز نمرده ایم. مقام عظما هم نمرده، نفس میکشه ولی نمیاد اغتشاش کنه. داستان همونه که توپش افتاد خونه مقام عظما، اومد دم بیت داد زد، گفت توپم. مقام عظما در رو وا کرد، گفت منم توپم، اما میام در خونتون داد و بیداد کنم بگم توپم. به صراحت میگویم امروز 2 خط در کشور بیشتر نیست. به صراحت میگویم یکی خط خزانه فلاح قلعه حسن خان، یکی هم خط منه، خط خرچنگ قورباغه. به دنیا میگوییم ما امامه به سرها، ما روحانیت تا آخرین نفر، تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خونمان حامی نظام اسلامی هستیم. به دنیا میگوییم ما طایر به سرها، ما دست تبرها، ما قر تو کمرها، ما قند عسلها، ما کمک فنرها. از تو بیت آقا میریم اونور دنیا. بیا قربون آقا، بیا ها ها ها، بیا ها ها ها. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از موضوعات سال 89 سفرهای زنجیره‌ای خامنه‌ای به قم بود که رکورد سفرهای مارکوپولو رو هم شکوند. نکته قابل توجهش اینجا بود که تو قم هیچکی تحویلش نگرفت و همین خاطر مجبور شد دست به دامن طلبه‌های وارداتی بشه. بقیه‌اش دیگه خودتون حدس بزنید. اسم من محیدین هستم، اهل کمور. من هارون جلو هستم از کشور بورکینافاسو. من محمد مزمل از کشور اوگاندا. من از بورکینافاسو اومدم. من در کشور پاکستان هستم. بنده از کشور افغانستان است. بنده از هندوستان است. از پاکستان است. از کشور بنگلادش هستم. از پاکستان. از کشور عربستان سعودی. از کشور نیجریه. من از ایالات متحده کن اند سلوغون اومدم. یک کلمه بزرگ و طلایی گفت که ما در اینجا صاحب خانه هستیم. مقام عظما یک کلمه بزرگ به زور گفت، زور زد گفت، زر زد گفت، کی گفت من طلبه گم نمیشم. چرا نمیشی؟ کاری که عظما میکنه آدم رسوا میکنه. من دلم عظما رو میخواد، کسی ما رو نمیخواد. الان دلم مثل که زور زد گفت یه چیزی. ما چند روز اصلا خواب و خوراک نداریم به خاطر عشق رهبر. چند روز بنده خدا شب و روز ندارم. خانم کی آقا میاد؟ خانم کی آقا میاد؟ ای وای خانم کی آقا میاد؟ خانم کی آقا میاد؟ ما اصلا خواب و خوراک نداشتیم، اصلا هیچی نمیتونستیم، نه بخوریم نه بخوریم. ای آقا اومدن، حالا بدید بخوریم. سامیوش بخوریم، آقا بخوریم. من بخوریم آقا بخوریم. سلام علیکم. چیه این ببینم؟ الان نزدیک پل فرهنگ هستم. انتهای خیابان میشه بخونیدش؟ یعنی با چینی؟ چینی بخونید. خامنه‌ای 我们爱你. یعنی امام خمینی ما همه شما را دوست دارم. چیه این ببینم؟ من چینی هستم، دارم به خط چینی برای مقام عظما می نویسم. از بعد چینی هم چشمام دیده نمیشه. میشه بخونیدش؟ به چینی میخوانم.
یعنی سلامی به گرمی آش رشته با پیازداغ روش نوشته تریبت منو کشته برای مقام عظما yang teraplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. فارسی این است که من میخوام صدای دلم را به شما بگم که بیا این عشق ما را فقط عشق احساساتی نمونه، یعنی عشق ما را به زندگی ما را سریان پیدا کنه. یعنی این عشق رهبری که داریم عشق احساساتی فقط نشه، ولی عشق که همراه با اجرا کردن، یعنی عشق که همراه با اجرا کردن است، نمایش کردن است در طول زندگی ما، در هر چیزی باشه. کشباش لاش باش باش بیچ بیچ بوچ بیچ بوچ منچ بوچ بیچ بورت بیچ بوچ بوچ چوچن. یعنی من هم به مقام عظما اشک داشت، اشکنه داشت یه چیزی. مقام عظما اشک یعنی عشق کوچک. حالا میخوام صدای دلم رو به شما بگم که با شما صحبت بکنم. مردیم از گشنگی، عشق مقام عظما رو بذار لای نون بخوریم. حالا صدای دستم رو به شما بگم، ببینم مقام عظما چیزی کف دستمون میذاره یا نه. حالا صدای کمرم با شما صحبت کن. عشق مقام عظما چقدر کمر شکنه. ای آخ، بقیه اعضا و جواره بدنم صداشون گرفته، بدن ضبط میکنم میفرستم برای مقام عظما ایشالله.